وقتی میگیم مذهب حنفی در یک کشوری مذهب رسمی است یعنی چی؟ یعنی قوانین دادگاه ها، محاکم، حل و فصل قضایا بر اساس فقه حنفی میشه و این در همه کشورهای دنیا رایج است. الان در عربستان سعودی فقه رایج در محاکم، در اونجا در دادگاه ها فقه حنبلی است. مثلا در مصر شافعی است، در عراق حنفی است، در ایران جعفری است. این به این معنی نیست که بقیه باطل هستند. روش تطبیق قوانین شرعی در یک مملکت بر اساس یک مکتب فقهی. شما انقدر کوته فکر و نادان هستید که متوجه نیستید که تطبیق احکام شرعی بر اساس یک فقه به معنی این نیست که بقیه باطل است. حالا یک مثالی از قوانین مدنی بذارم، چون این آخوندهای مغزهای کله گنجشکی شما این حرفا رو متوجه نمیشه. مثلا در فرانسه قوانین فرانسه حاکم است بر اساس قانون اساسی فرانسه. در انگلستان قوانین دادگاه ها و حل و فصل قضایا بین مردم بر اساس قانون اساسی انگلستان است. در ایران بر اساس قانون اساسی ایران است. این به این معنی نیست که انگلیسی ها بگن که قانون اساسی فرانسه باطل است یا فرانسه بگن قانون اساسی انگلستان باطل است یا بقیه کشورها. همینطور حدس بزنید.